سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه با من راضیه هستم و این ویدیو جلسه 10 دوره جامع و 0 تا 100 احیا و صافی مو هست. قبل از هر چیزی اگر که این ویدیو اولین ویدیویی هست که از من میبینید، خوشحال میشم چنل رو ساب کنید. اینجوری هر ویدیویی که میذارم برای شما یک نوتیفیکیشن میاد و خیلی سریعتر از ویدیوی جدید مطلع میشید. و تمام ویدیوهای مربوط به دوره رو برای اینکه خیلی راحت‌تر بهشون دسترسی پیدا کنید توی یک پلیلیست قرار دادم. اسم پلیلیست دوره جامع احیا و صافی مو هست. خب توی این ویدیو قراره که آموزش 0 تا 100 و مرحله به مرحله کراتینه کردن مو رو ببینید. همونطور که توی ویدیوهای قبل و جلسات قبل بهتون گفتم، کراتین ها بیشتر تمرکزشون روی صافی مو هست و بیشتر مناسب دوستانی هست که از شما صافی بالا میخوان. کراتین ها در کنار صافی بالایی که دارن یک مقدار کمی هم احیا دارن. به طور کلی میتونم بگم 70% صافی دارن و 30% احیا دارن. بیشتر تمرکزشون روی صافی مو هست. ما توی بازار دو مدل کراتین داریم. یکیش کراتین های عام هست که بهشون کراتین های شیمیایی، کراتین های فرمالدهیدی و کراتین های آنتی فریز هم گفته میشه. این نوع کراتین ها گاز و بو دارن و pHشون 4.5 تا 5.5 هست و نیاز به سبکسازی ندارن. اگر نمیدونید سبکسازی چیه، توی همین دوره یک ویدیو گذاشتم که کلا راجع به سبکسازی صحبت کردم. اگر ندیدید حتما ببینید. دومین نوع کراتین های اسیدی آنزیمی هستن، گاز و بو ندارن و pHشون 0 تا 3 هست، یعنی pH اسیدی بالایی دارن. به همین دلیل باید قبل از اینکه وارد فاز اتوکشی میشیم مقداری از مواد رو به وسیله سبکسازی با آبکشی از مو خارج کنیم، به اصطلاح سبکسازی کنیم. و اینکه این نوع کراتین ها یعنی کراتین های اسیدی آنزیمی صافی بالا و ماندگارتری دارن و مناسب موهای نچرال و رنگ شده سالم هستن. توی این ویدیو قرار آموزش کار کردن با کراتین های عام رو بهتون نشون بدم. تا پایان این ویدیو همراه من باشید. قبل از هر چیزی موی مشتری رو با شامپوی قلیایی میشوریم. شامپوی قلیایی باعث میشه که پولک‌های مو باز شه و مواد به داخل مو نفوذ کنه. در نتیجه جذب مواد بیشتری داشته باشیم. اول موی مشتری رو با آب ولرم خیس میکنم. آب باید حتما ولرم باشه، نباید سرد باشه. آب ولرم به باز کردن پولک مو کمک میکنه. شامپوی قلیایی رو توی دستم میریزم، ماساژ میدم و کف رو به کل موی مشتری میرسونم. بعد لایه لایه موی مشتریم رو جدا میکنم و حالت پوشینگ و دورانی شروع به ماساژ میکنم. این مدل ماساژ به باز کردن پولک مو کمک میکنه. موقع شستن مو سعی کنید که اصلا کف سر رو ماساژ ندید، چون اسکالپ سر متورم میشه و ممکنه بعدا مشتری دچار ریزش بشه. من موهای مشتریم رو چون نچرال تار نازک بود 3 بار شامپو کردم با مکس 5 دقیقه، یعنی 3 بار شامپو زدم، 5 دقیقه مکس دادم، آب کشی کردم، دوباره شامپو کردم. بچه اینجوری نیست که بگید به جای اینکه 3 دور بشورم آب کشی کنم بیام 15 دقیقه مکس بدم. شامپوی قلیایی بیشتر از 10 دقیقه اثر نمیکنه، یعنی بعد از 10 دقیقه بی اثر میشه. پس باید بشورید و دوباره موی مشتری رو شامپو کنید. موی مشتری رو که شستیم با باد ملایم سشوار شروع به خشک کردن مو تا نم 20% میکنیم. جهت سشوار از بالا باشه، از زیر یا از مستقیم نباشه که به کوتیکول مو آسیب نرسه. منظور از باد ملایم سشوار باد نیمه گرم سشوار هست. من قبل از مواد گذاری موهای مشتریم رو شونه کشی نمی کنم، چون شونه کشی به بستن فلس مو کمک میکنه و ما قبل از مواد گذاری باید فلس مو رو باز نگه داریم. بعد از اینکه موهای مشتری رو به رطوبت 20% رسوندیم، پشت سر رو به 4 قسمت و جلوی سر رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. جلوی سر گوش تا گوش به 2 قسمت تقسیم بشه، درست مثل ویدیو. برای مشتریم پیش بند میبندم. موقع مواد گذاری حتما دستکش دستتون باشه، چون که مواد شیمیایی هست و ممکنه به پوستتون آسیب برسه. دور تا دور دستی که جدا کردم رو مواد گذاری میکنم با فاصله 2 سانتی.
بعد لایه های 1 سانتی جدا میکنم و شروع به مواد گذاری میکنم. فرچه پر از موادم رو توی فاصله 2 سانتی از مو خالی میکنم و بعد با ماساژ به صورت طناب کشی و رفت و برگشتی مواد رو تا نیم سانتی ریشه میرسونم. مواد نباید به کف سر برخورد کنه چون که مشتری بعداً دچار ریزش میشه. مواد رو 1 دست از ریشه تا نوک مو بزنید و 1 دست از ریشه تا نوک مو ماساژ بدید. وقتی که ماساژ تمام شد مو رو توی دستتون بگیرید و شونه کشی کنید. دلیل اینکه باید مو رو توی دستتون بگیرید و شونه کشی کنید اینه که ممکنه نوک شونتون به مواد برخورد کرده باشه و مواد داشته باشه. وقتی مو رو توی دستتون میگیرید و شونه کشی میکنید مواد به کف سرتون برخورد نمیکنه. به همین ترتیب کل مو رو مواد گذاری میکنم. لایه لایه جدا میکنم. با فاصله 2 سانتی مواد میزنم، ماساژ میدم، مواد رو به نیم سانتی ریشه میرسونم و در پایان هر لایه رو شونه کشی میکنم که مطمئن بشم مواد به کل مو رسیده و اضافه مواد رو با شونه کشی از مو خارج میکنم. موادی که برای مشتم استفاده کردم یک مواد ترکیبی بود، یعنی مواد ترکیب کرده بودم، ولی میتونید از موادهای ریچ، کادیو، لونیکس، اینوار استفاده کنید که یک ویدیو توی دوره در موردش گذاشتم که اسم ویدیو معرفی برند هست و میتونید همین مواد ترکیبی رو از پیج اینستاگرامی که براتون میذارم که پیج فروشگاه خودمون هست خرید کنید. همینطور میتونید از طریق این شماره واتساپ سفارش بدید. اگر که میخواید 2 نفره مواد گذاری کنید، همزمان که این دسته رو شما مواد گذاری میکنید همکارتونم دسته همردیف رو مواد گذاری کنه. اگر که کسی ندارید کمکتون کنه، این دسته رو که تموم کردید میرید و دسته همردیفش رو شروع میکنید. خب موادگذاری پشت سر تمام شد. رسیدیم به جلوی سر. برای جلوی سر میتونید اسلایس های به این شکل جدا کنید و اسلایس های این شکلی. من این شکلی جدا میکنم و مثل پشت سر با فاصله 2 سانتی مواد گذاری میکنم و ماساژ میدم. مواد رو به نزدیکی ریشه میرسونم. بیبی هیرای پازولفا و جلوی صورت رو با فرچه خیس از مواد، دقت کنید خیس از مواد نه پر از مواد، به صورت پرتابی مواد میزنم. یه نکته که مواد گذاری جلوی مو داره، مو رو که مواد گذاری کردین اون لایه از مو رو به هیچ وجه روی پوست مشتری، روی صورت مشتری نندازید، به سمت عقب هدایت کنید، چون که ممکنه پوست مشتری نسبت به مواد آلرژی پیدا کنه. بالاخره مواد شیمیایی هستن. خب من یه اسلایس به اون شکل جدا کردم، اسلایس بعدی رو این شکلی جدا میکنم. اسلایس هم چون خیلی ارزش زیاد بود اومدم به 2 قسمت تقسیمش کردم که مواد گذاری راحت تری داشته باشم.
مواد گذاریم که تموم شد. این بیبی هیرا رو هم با فرچه خیس از مواد و به صورت پرتابی مواد میزنم. اینجا کل مو رو مواد زدیم. میتونیم پایان کار یک شونه کشی هم انجام بدیم و اگر جای مواد بهش نرسیده باشه چک کنیم و مواد بزنیم و اینکه 1 ساعت تایم مکس میدیم. این مو چون تارش نازک بود بیشتر از 1 ساعت مکس نمیدم، ولی اگر موی تار ضخیم داشتید میتونید تا 1 ساعت و نیم هم به موی مشتریتون مکس بدید. اگر موهای مشتریتون کمی آسیب دیده بود حتی میتونید 45 دقیقه مکس بدید و اگر موی مشتریتون خیلی آسیب دیده بود 30 تا 35 دقیقه مکس میدید. و اینکه برای موادی که گاز و بو دارن تو تایم مکس مو رو کاور نکنید که بعداً مشتری دچار ریزش نشه. اینجا 1 ساعت تایم مکس هم تمام شده. مو رو شونه کشی میکنم و با یک هول موادی که توی شونم اومده رو ریموو میکنم و کل مو رو که شونه کشی کردم میام با یک هوله به این شکل مثل ویدیو مقداری از مواد رو از مو خارج میکنم. این کار رو بیش از حد انجام ندید. همینطور که میبینید من 1 بار بیشتر یعنی 1 دور بیشتر این کار رو نمی کنم. این کار رو انجام میدم که یک مقدار مواد روی موی مشتریم سبک شه و اتو کشی راحت تری داشته باشم. بعد میام موهای مشتریم رو با باد ملایم سشوار یا همون نیمه گرم سشوار کاملا و 100% خشک میکنم. زمانی که میخواید موهای مشتریتون رو با باد سشوار خشک کنید حتما دستکش دستتون باشه و با یک دستتون تارهای موی مشتری رو از هم جدا کنید و یک دستتون هم سشوار باشه. بعد مو رو تقسیم بندی کردم. 2 لایه با قطر نیم سانت جدا کردم. درجه حرارت اتوم 410 بود برای این مو چون که نچرال و تقریبا سالم بود. اگر موی آسیب دیده داشتید میتونید از درجه حرارت 375 و 340 استفاده کنید که بستگی به درصد آسیب موی مشتریتون داره. تعداد دفعات اتو کشیم برای این مو 30 بار بود و دلیل اینکه 2 لایه جدا کردم اینه که میخوام اتو کشیم رو تقسیم کنم و یهو 30 دور اتو کشی انجام ندم که به مو فشار نیاد. میام این لایه رو 15 بار اتو کشی میکنم، میذارم کنار که کاملا خنک شه و تو اون تایمی که اون لایه خنک میشه میام 15 دور اتو کشی این لایه هم ردیفش رو انجام میدم و دوباره برمیگردم لایه قبل. زاویه مو با کف سر برای اتو کشی باید زاویه 90 درجه باشه. خط لایه هایی که جدا میکنم باید کاملا صاف باشه چون اگر خط تقسیم لایه ها صاف نباشه ممکنه زمان اتو کشی تو قسمت ریشه خط بیفته. توی ویدیوی قبل شستشوی اصولی و موادگذاری اصولی و اتو کشی اصولی رو به صورت جامع بهتون توضیح دادم، پس اگر ندیدینش ببینید چون اونجا جداگانه و خیلی کاملتر بهتون توضیح دادم. بچه اگر خواستید که اتو کشی رو 2 نفره انجام بدید، 1 نفرتون باید جلوی سر رو اتو کشی کنه و 1 نفرتون از پشت سر شروع کنه. اتو کشی که تمام شد میذارم 4-5 دقیقه موهای مشتریم از دما بیفته و خنک شه. بعد مشتری رو میبرم سرشور و با آب سرد موهای مشتریم رو آب کشی میکنم. دلیل اینکه اینجا از آب سرد استفاده میکنم چون از اینجا به بعد میخوام فلس مو رو ببندم و آب سرد به بستن فلس مو کمک میکنه.
بعد روی خیسی موهای مشتریم از ماسک ایمپکت استفاده میکنم. ماسک رو کف دستم ماساژ میدم و به حالت دست زدن به کل موی مشتریم میزنم و شروع به ماساژ میکنم. وقتی هم که ماساژ دادم در پایان شونه کشی میکنم. بچه شما میتونید این قسمت رو حذف کنید، این دل بخواه هست. من برای اینکه احیای بیشتر و ماندگاری بیشتری داشته باشم میام از ماسک ایمپکت استفاده میکنم. وقتی ماسک ایمپکت رو زدم میتونم 15 دقیقه مکس بدم. بعد ماسک تثبیت رو روی ماسک ایمپکت هم بزنم، ولی چون وقت نداشتم بعد از اینکه ماسک ایمپکت رو ماساژ دادم ماسک تثبیتم رو روی ماسک ایمپکت زدم و دوباره ماساژ میدم و شونه کشی میکنم. دقت داشته باشید که ماسک تثبیت رو با فاصله از ریشه بزنید و به ریشه برخورد نکنه که مشتری دچار ریزش نشه. تایم مکس ماسک تثبیت 15 الی 20 دقیقه هست. بعد از اینکه تایم مکس تمام شد مشتری رو میبرم سرشور و 80% ماسک رو از موی مشتریم با آبکشی خارج میکنم و میذارم 20% از ماسکم توی موی مشتری باقی بمونه. اینجا هم از آب سرد استفاده میکنم. بعد میام موهای مشتریم رو با باد ملایم سشوار 100% خشک میکنم. زمانی که دارم موهای مشتری رو با باد سشوار خشک میکنم، وقتی موی مشتری به حالت نمدار رسید میتونم از روغن آرگان برای نوک مو و وسط موی مشتری استفاده کنم. این هم از پایان کار. این هم از آموزش کار کردن با کراتین های عام. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و براتون مفید بوده باشه و اگر که سوالی داشتید میتونید توی کامنت ها از من بپرسید، حتما ببینم جواب میدم. لایک و کامنت و ساب هم فراموشتون نشه، چون این کارتون باعث میشه من ادامه بدم و ویدیوهای بهتر و بیشتری براتون بذارم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم.